وقتی به فنلاند رسیدم کل چیزا برای عجیب بود، اما وقتی همراه کلتور و طرز فکر فنلاند آشنا شدم دیدم که آنقدر هم بد نیست. مثلا من فهمیدم که مقامات مدار اعتبار هستند. رفتن به دکتر بی خطر و کل دکترها سالهای زیادی به شکل مسلکی تمرین دیدند. تو میتونی دکتر را تنها و یا همراه ترجمان ببینی و کل معلومات شخصی که به دکتر میتی محرمانه نگاه میشه. داد و گرفت همراه پلیس هم بی خطر است برای هر دو، زن و مرد. پلیس رشوت و خشونت را قبول نکرده، بلکه رویه آنها همراه کل مردم به شکل مساویانه است. در فنلاند حقوق مساوی بسیار مهم شمرده میشه. من بسیار زود آموختم که مرد و زن مساوی هستند و آنها حقوق قانونی و ارزش مساویانه دارند. مردم فنلاندی فرمانبردار تمام قوانین و مقررات هستند. قانون شکنی منجر به مجازات جدی میشه. به طور مثال، ضرر رساندن جسمانی و روحی به انسان دیگر به شدت ممنوع است. زدن و یا ضرر رساندن به مرد، زن، اطفال و حیوانات ممنوع است. خشونت خانگی هم ممنوع و جرم حساب می گردد. در فنلاند همگی حق دارند که هر رقم که آنها می‌خواهند لباس بپوشند و بدون از اینکه مورد آزار و اذیت و یا حمله قرار بگیرند بیرون بروند. تجاوز جنسی یک جرم بسیار جدی است که مجازات بسیار سنگینی در پی دارد. قربانی میتواند به پلیس گزارش بدهد و مجرم محکوم به جرم بر اساس شهادت قربانی و معاینه دکتر خواهد شد. جرم تجاوز جنسی سالهای زیادی زندان در پی دارد که پروسه مهاجرت تو را مختل می سازد. در فنلاند عمر قانونی در مورد ارتباط جنسی وجود دارد و ارتباط جنسی همراه یک فرد زیر 16 سال جرم است، حتی اگر این عمل داوطلبانه باشد. دست درازی، دست انداختن، زدن، تعقیب کردن و خشونت لفظی به زن و مرد اینجا ممنوع است. در فنلاند مرتکب شدن به این جرایم شما را به زندان و حتی از کشور اخراج می کند. بر علاوه قربانی تجاوز جنسی و خشونت شاهدها هم می تواند به پلیس اطلاع بده و تجاوز کننده هنوز هم می تواند مجازات شود. برای شهروندهای فنلاندی حریم خصوصی و فضای شخصی بسیار محترم و مهم می باشد. آنها تنها رفیقهای نزدیک خود لمس می کنند و حتی بعضی اوقات دست دادن را هم زیاده روی می بینند. از این لحاظ باید به رسوم احترام قائل باشند. مردان، زنان و کودکان همه حق انتخاب دارند که با کی و چه وقت باشند. فنلاند کشور آزاد است که همگی در اینجا حق تصمیم گرفتن زندگی آزاد و محفوظ دارند.